سلام، الهام عسکری هستم. با یه آموزش دیگه در خدمتتونم. امروز میخوام کباب تابه مرغ درست کنم که خیلی خوشمزه است. ابتدا فلفل دلمه و گوجه، نمک، فلفل سیاه و تخم گیشنیز رو میریزیم توی میکسر و با هم میکسش میکنیم. بعد توی ظرفمون یه مقدار روغن میریزیم و رب گوجه فرنگی رو بهش اضافه میکنیم و اونقدر تفت میدیم تا رنگ روغن نارنجی بشه. بعد مواد میکس شده رو به رب اضافه میکنیم، با هم مخلوط میکنیم، بهش اجازه میدیم که مزه ها با هم قاطی بشه و مواد میکس شده رنگ رب رو به خودش بگیره تا یه سس خوش رنگ و خوش طعم داشته باشیم. سس خوش رنگ و خوش طعممون که آماده شد از روی حرارت برش میداریم. حالا میایم سراغ مواد کباب تابمون. من از مخلوط چرخ کرده رون و سینه استفاده کردم. پیاز رنده شده یا میکس شده نیاز داریم که یه مقدار از آبش رو میگیریم میذاریم کنار برای سس. بهش ادویه، نمک، زعفرون آب کرده و کره اضافه میکنیم. چون مرغ چرب نیست این کره حتما باید باشه که تا یک کباب آبدار و چرب به ما بده. مواد رو خوب با هم مخلوط میکنیم و روش رو سیلیفون میکشیم و به مدت 1 الی 2 ساعت میذاریم توی یخچال تا مزه ها به خورد هم دیگه برن. مقدار و اندازه مواد مثل همیشه توی دیسکریپشن یا توضیحات نوشته شده. اگر سوالی داشتی من توی کامنت در خدمتتونم. خب الان 2 ساعت گذشته و میخوام کباب تابه رو درست کنم. کف تابه رو یکم چرب میکنم و مایه کباب تابه رو کف تابه پهن میکنم. با کفگیر اینجوری دورش صاف و خوشگل میکنم و به هر شکلی که دلم بخواد برش میدم. بعد از اینکه برش دادیم اینجوری با کفگیر روش خط میندازیم تا خوشگل بشه، طرح کباب کوبیده بگیره. خب اون آب پیازی که گفتم بذاریم کنار رو با یکم کره و زعفرون مخلوط میکنیم تا یه سس خوشمزه برای رومال کباب تابه درست کنیم. خب تابه رو میذاریم روی حرارت، درش رو میذاریم، زیرش رو کم میکنیم تا آب بندازه. کباب تابه مرغ اولش آب میندازه که این باعث میشه مغز پخت بشه. بهتون توصیه میکنم که یه مقدار از پختش که گذشت روش سماق بریزین. این باعث میشه یه طعم بی‌نظیر و عالی بگیره. بعد از اون سس رومالی که بهتون یاد دادم تو این قسمت از پخت روی کباب تابه بمالی. این باعث میشه آبدار و بی‌نظیر بشه. کباب تابه اولش آب میندازه، این باعث میشه مغز پخت بشه. هیچ اشکالی نداره. بعدن زیرش رو زیاد میکنیم تا هر دو طرفش اینجوری طلایی بشه. فقط باید مراقب باشیم که نسوزه. خب کباب تابه رو که برگردوندیم از اون بقیه سس رومال که مونده بود روی این طرف کباب هم میمالیم و اجازه میدیم تا پختمون به مرحله نهایی برسه. سعی کردم تمام نکاتی که برای آبدار کردن و خوشمزه تر کردن یک کباب تابه مرغ لازمه رو بهتون بگم. اگه تا اینجای کار از آشپزی من خوشتون اومده ازتون خواهش میکنم که کانال منو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون نره، منو به دوستاتون معرفی کنید تا انگیزه بگیرم آموزش‌های بیشتری رو براتون بذارم.
از اینکه این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین ازتون ممنونم و امیدوارم که درست کنید و در کنار خانواده ازش لذت ببرید. نوش جان.